خب برادر از قسمت دومی صحبت بی‌قیچی ما هست با برادر رستم عزیزی. ما چند دقیقه دیگه داریم؟ 10 دقیقه. سوالای من خیلی موندن. بیاد موضوعی هست با یک طرف مونیم دیگه. من برای که سوالای زیادی دیگر دارم. خیلی کوتاه بگید که چرا وقتی که قانون برای ما اجازه داده سر قانون کشور که ما به دلخواه دین مذهب برویم ولی چند سال اخیر حرکت سلفی در تاجیکستان ممنوع شد. ببینید مثلا فقط خوش کنم همش کوتاه. من شده سلفی من شده چی میگم؟ بله. سلفی یک چیزی یگانه نیستن. در داخل سلفی گروه های گوناگون هستن. یعنی سلفی رو اگر تقریبا هر کسی که خود سلفی میره میتونه به 3 گروه تقسیم کنیم. یعنی سلفی جهادی تکفیری که اونها هم خودشون سلفی میگن ولی چی هستن؟ سلفیانی بگیم تا یک اندازه معتدلی نزدیک به حکومت که بیشتر اونا رو مدخلیشون مینامند. خب که فقط میگه اطاعت از ولی الامر و فلان و چیز. واسه مثلا سلفی سیاسی که من نزدیک به اخوانیات یا یک نمونهشون همین حزب نوری که در مصر بود. سلفی یعنی گروه های تکفیری و جهادی که خود را سلفی نمیدونن واقعا هم خطر دارن چون که اینا جهادی هم مردم تکفیر میکنن چی میکنن و بگیم واقعا هم حالت های مثلا این چیزها هم تهدید به امنیت جامعه و مثلا برانگیختن که نه و دیگه چیز وجود داشت. وقتی که من کردن دیگر شما ببینید نمیشه باید معین کنی که مثلا اینش سلفی خوب است اینش بد هست اینش چی است و چیز دیگر و وقتی که چیز من شد در اساس اون پرونده و دلیل های و چیزهایی که از فعالیت همین چیزهای قسمتی بگیم جناح تکفیری و جهادیشون بود به طور عموم من شد. داملو سیراجدین برای چی دوباره بحث شد؟ نظر شما چی است؟ داملو سیراجدین سلفی نیست. داملو سیراجدین سلفی نیست. چرا دوباره حذف شد فکر شما؟ من یک چیز برای شما میگم. هرچند خیلی از حکومت دفاع میکرد در قسمت دوم. خب این من در مثلا داملو سیراجدین من از جزئیات پروندهش آگاه نیستم ولی یک چیز میگم. سلفی بودن داملو سیراجدین برای من چندان آشکار نیست. برای خاطر چی؟ درست که بسیار تون صحبت میکند. میکرد. نه میکرد. ولی درست که بعضی مثلا از چیزای بعد بی‌ادبانه و گستاخانه هم داشت ولی هر چیز گفت در از کتاب‌های بگیم حنفی گفت و اینجا یک مسئله دیگه میخوام اشاره کنم. ما گمان داریم که مذهب حنفی بسیار مذهب تحمل پذیر و خوب هست و سلفی بد هستند. فراموش نکنیم که همین حرکت طالبان حنفیان، ماتریدیان، نقشبندیان. ببینید برای مسئله جهاد برای هر یک مسئله ما میتونیم از داخل کتاب‌های بگیم که فقهی حنفی هم 1000 مثال دیگر بیاریم. یعنی بحث در این است که همین چیز ما نمیتونیم جهاد رو از داخل چیز بیرون کنیم. آیات قرآنی هستند. ما نمیتونیم بعضی مسائل هایی که مناسبت معیارهای مناسبت با اینکه کافران رو از قرآن چیز بیرون کنیم و اون چیزهایی که میگفت همه گستاخی و همه چیزها رو 100% میتونید در چارچوبه مثلا چیزی حنفی بکنیم. خلاصه شما نمیتونید بگید که داملو سیراجدین دوباره برای چی حبس شد؟ خب من از جزئیات چیزش آگاه نیستم. شما با این پرونده هایی که بچهای سلفی را که حبس کردن گروه با این پرونده هاش آشنا بودید یا نه؟ با همه بعدش مثلا این خلاص ببینید آشنا بودن من با بعضی پرونده ها این است که فعالیتی به واسطه اکسپرتی من است. من نه اینکه با همین 10,000 پرونده هم شدم مثلا بعدش شاید دیده باشم در بهش خلاصه دادن که اینجا مسئله هست که از قانونگذاری اینجا هست سری تفتیشاتی. من نمیتونم بازی بگم که من فلان چیز رو دیدم. این یک چیزی هست ولی من میتونم بگم که همچون مثلا کورشاتی مثلا یکی از بگم مشکلات دیگری ما گمان میکنیم که همین یک اسلام سنتی خوبه هست که وای بسیار تحمل پذیر و خوب است و اسلامی بدی هست. در اصل این خیلی نیست. در اصل از داخل همین متن‌های اسلامی میتونی هر چیز رو پیدا کرد و هر کس چیزی رو پیدا میکنه که اون رو میجوید. در همین یعنی مرکز اسلام به قول جایی که اسلام شروع کرد این همون مکه و مدینه عربستان حجاز. بله در همونجا ما در نمازگذاری من که نبودم ولی در ویدیو میبینیم که هر طرزی نمازگذاری است. من نمیشناسم بخشش بچه‌ای که اسلام الان این طرز است این طرز است هر طرز دستقپی و سجده است. هیچ خطر نیست در همونجا؟ نه این خطر نیست البته. چرا در ما پس من کردن که نه در ما حتما باید مذهب حنفی باشیم؟ نه ما دو مسئله. یکمش که ما نباید حتما مذهب حنفی باشیم. این یک مسئله است. این یک با خطای دیگری که
پای در پای هم از طریق رسانه‌ها هم از طریق بعضی نمایندگان حکومت محلی و چیز پاشد گویا که در ما مذهبی حنفی رسمی است و چیز این درست است. یگان مذهبی رسمی در ما نیست و این یک چیز است. اینجا بحث این است که حرکتی بگیم که سلفیه برای خاطر خطرهای برای جامعه داشتنش خطرهای به واسطه امنیتی و چیزش بند شد. امروز حکومت نمیتونه که سر قدرت میان با واسطه دین از این خطر ندارد. اجازه دید من تمام کنم. آخه من فکر کسی که حکومت به همین خاطر همه را من کرده است که میخوان سر قدرت بیان. نه این فکر شما اصلا بذار من جواب بدم. بله خب. بحث این است که دو بگیم درجه مسئله است. یکم حرکتی سلفی تکفیر جهودی یا که چیز همچون مثلا بگیم که خطر برای امنیت و چیز با دلایل فلان و فلان فلان من شد. اگر نخواهید در قرارهاشون مثلا در تصویری اولی هست ولی شروع میشه مرحله دوم تطبیق سلفی رو چطور مشخص کنیم. خب انا بعد میگه که چون که اندیشه در همین جا هست. من نمیتونم مغز سر شما رو رنگین کنم فهم که شما چه اندیشه دارید. بعد کارمنده حفظ حقوق نمیدونم یا فعالان جامعه برای معین کردن سلفی ها برای خودشون چی میکوبد چطور معین کنیم ریش دارد لباس ایزار کوتاه دارد شاید ریشش مثلا از برای ماده مونده باشد مثل من که برای ماده یا مثلا خب دیگر یک رپر هست بله بابای کارل مارکس این مقدار ریشی همین باند رشته داشت یعنی ببینید ولی وقتی مسئله گذاری میشود که مثلا اینو خاطر باید معین کنیم و نمیشود که هر یک چیز اینو برای خودشون بعد کش میکرد که خب سلفی ها چی نشانه داد این بسیار شکل پریمیتیوی معین کردن سلفی است. میگه که باید ریش داشته باشد بروتاش چی کند پس کند یا بتراشد ریشش دراز کند ایزاری بند ایزارش حتما پست است و غیره و کذا شکل نمازگذارش اینطوری باشد سنت نخواند. ولی ببینید یک چیز دیگه تو میگم من مذهب شافعی دست اینجور میگذارن مالکی و دست میفرتن عموما احناف زیر ناف میگذارن این چیز مشکلی نیست که شما تصور کنید شما این مسئله را که من میفهمم کارشناس یا کسی دیگر اگه شما تصور کنید که شما ناظر منطقوی نمیدونم ناحیه فلان دهه فلان با اون سطح سواد و با اون سطح درک مسئلهش و نزد اون مسئله گذاری شد که باید سلفی را معین کنید و چه معین میکند در مثلا یک دهه چیز و برای خودش میگه که من سلفی را چه فهمم میگه که خب ریش دارد این دارد چی دارد برای خاطری که واقعا هم اون قابلیت ظرفیت مثلا چیزی تشخیصی چیزی ندارند. شما یک نشست و سمینار رو نمیگذارونید که فهمونید. نه آخه نشست و سمینارها و یک چیز دیگر هست. ما یک کاری دیگر ما نباید ببینید هر کس باید کاری خودش کند. وقتی که همین بعضی از چیزهایی که مثلا کاندوم حفظ حقوق برای خودش وظیفه ملاقات را گرفتن میباشه همچین جزیر کردن. چرا؟ بله. همین دکتری شکند. میلیسا 2 دقیقه بعد فهمیدم. بیاد من سوال دیگر میتونم که از منشوده ها ما امروز گفتیم در مورد قانون تنظیم حزب نهضت که ممنوع است در ما بچهای سلفی گفتیم و اکنون یک گروه دیگر بود برادرای اخوانی اخوان المسلمین که حتی همکاسب ما دلیر شریف و یک سال پیش با همین جرم به حبس کشیدن. بله اینا چی خطر دارن به جامعه ما؟ ببینید یکم دلیل ببینید از دلیل شریف بله. من فکر نمیکنم که در اونجا اتهام اخوانی بودن بود و شاید یک چند اقتباس‌های از اخوانی آورد. بله در همون کتابش. یک ببینید یک قاعده هست در چیز گروه‌های هستن که در همین چون توجه ممنوع شدن نه میگن طالبان سلفیان و چی با تمام چیزهاشون وقتی که مثلا میگن که این فلانی‌ها مثلا معلم بودن استاد دانشگاه بودن یا روزنامه‌نگار بودن هیچ کار نکردن برای چی اونها چی شدن وقتی که گروه ممنوع شد قانونی مثلا اخوان المسلمین گفتیم عضویت در اون نیست چی ممنوع جنایت هست. خب محض همون عضویت در گروه ممنوع خودش بگیم که از لحاظ حقوقی کافی است برای دیدن مثلا چاره‌های ضروری. این یک مسئله دیگر این که مثلا شما تصور کنید که شما در اروپا هستید و در اونجا تمام چیزهای نسلی منع شدن شما هیچ کار نکردید میگید که ما همین یا میگیرید از نمیدونم هیتلر و دیگرها اقتباس میبرید اونها هزارتون نشون میده شما اقتباس از هیتلر بدون اگر اون رد نکنید و بدون خود هم تا اقتباس بیارید
دلیل خودش خلاصش نبرآورد، اقتباس آورد در کتاب، خلاصه برای خودش نبود پایین اقتباس. من اون چیزا بگم که از دقیق آشکار نیستم. من از اون چیزهایی که بگم رسانه‌ای چی کردم به با واسطه کتاب خودم آشنا نیستی؟ با پرونده دلیل هم شما آشنا نبودید عموما؟ و نیستم. یه چیزی واقعیت است. و عموما نه تنها من، مرکز نسبت به اون خلاصه نداد. اینا من میتونم بسیار آشکار بگم و میتونم از خود دلیل هم پرسید که مثلا آیا همون چیزهایی که چیز شدن آیا خلاصه رسمی مرکز بگیرن این مسئله چی است. ولی ببینید درستن که همه گروه ها بگیم که گروه هدفیش فرق میکند، تارگت گروپشون. سلفی ها با یک نمود دیگری مردم کار میکنن، جماعت تبلیغ با یک نمود دیگری کار میکنن، اخوانی ها با دیگران. اخوانی ها بسیارتر گویم که چیز اساسیشون، مخاطبان اساسیشون قسمت تحصیل کرده است. برای خاطر چی؟ برای خاطری که فهمیدن بعضی اندیشه‌های اخوانی با وجود عرض تمام احترام نسبت به مثلا چی یک گوجوش نمیتونه فهمد. باید کتاب خواند، چی که دشوار است برای سلفی را خود کوتاه کرده برای ما گفتید. خود اخوانی را چیکار معین کنید؟ اخوانی را معین کردن اخوانی که اومد چی نیست. برای همینم ببینید من چی تو میگم. برای چی همین مسئله اخوانی در سال گذشته بسیار مطرح شد. اخوانی رو معین کردن اگر در دست یک کتاب اقتباس نمیشه دشوار است. اون میتونه روزنامه‌نگار چی باشد. ولی این خیلی شد. وقتی که یکی از اخوانی ها رو که وای شهروند خارجی است بود با درخواستی مقامات آنجا دستگیر کردن. خب این درخواستی مقامات رسمی چیز بود که همین فلان عضوی وقتی که مثلا دستگیر شد و تمامی روی خط در خونه چی شد دیگر چیکار کنی؟ نامش از امضا از صدقه همون 200 سومون و 300 سومون شدیم گرفتن آخه در داری پلوی گرفته شد امضای مبارک شد موندن. ای وای دیگه تمام. خطر اینا با جامعه ما چی است؟ خطر اینها برای جامعه ما ببینید ما دیدیم که اسلامگرایان به طور خود بسیار زود به سر حکومت میبیاد. در مصر هم دیدیم در جای دیگر ولی بعداً چی ندارن برنامه 100 ساله و 200 ساله. برای چی؟ برای خاطری که خب اومدی سر حکومت تو باید یا از روی اون بگم پرینسیپای شریعت چی کنی تا اینکه توقع جانبداران تو نکنی یا اینکه بگذاری به اون نظامی بگم دموکراتی و لیبرال معاصر نمیشود و در کوتاه‌ترین مثلا به بحران دچار میشود. و ببینید من از تجربه خودم میگم درباره اخوانیون. سالایی که من دانشجو بودم دانشجو فاکولته شرق شناسی و بگم یکی از همین تارگت گروپ های همین تبلیغاتی همه گونه چیزها و حتی مبلغان مسیحی هم ما هستیم برای خودم میگم بچه‌ها کمتر با این چیزا تبلیغات اخوانی بود استادان بودن چی بودن که دوم بودن و این چیکار میکردن. مثلا یکی از نفرهایی که امروز دستگیر شد و زندانی شد همکرسی من است و من اون چیزی که میگم میتونم از حالا دیگر از پس در اخوانی بودن اون آدم من بگم که تو یک اندازه گم شبهه ندارم برای خاطری که تو همکرسی من میدونم از ما چی دعوت میکرد چی کتاب مثلا برای من یک بار کرسی سی بدیم کتاب قواعد 20 حسن البنا را داد. قاعده 20 حسن البنا مؤسس وی اسلامی با عنوانی که این کتاب برای مطالعه و تقویت مهارت زبان عربی. البته که آخرین کتاب فلانی است و خیلی است که گرفت خیلی کم برای لغت چی است گرفت باز کتاب گرفت من نداد بعد فهمید که اینجا چی است تبلیغات بود. اونها بگیم من در چیز میگم خطر اخوانی ها شاید نسبت به اون سلفی و چیز زیادتر باشد. یک جوان ناآگاه خیلی باید معین کنه مثل کورسی 3 ماه آگاه بودید ولی جدی میگم که من با این شکل بندی و نمیدونم نه این مثلا این گوش کنید من البته شما درباره مثلا 2 یا 3 دقیقه تماما چک کنم ولی ببینید اخوان من به طور چیز میگم اینا کوشش میکنن که با استفاده از مکانیزم های سیاسی لیبرالی غربی معاصر مدرن مثل احزاب سیاسی و مثل انتخابات چیز اهدافی بگم که چیز اسلامی رو پیاده کنن. اخوانی امروز در اون دولت سر قدرت هستن؟ امروز اگر ببینیم اونها اخوانی 100% هم نشد اخوانی معاب گیم بسیار نزدیک به چیز
در میسر در یک مدت کوتاه بودن در دوره سید محمد مرسی یک سال کمتر زیادتر بله. بود. وقتی که مرسی در سر کرسی بود در تونس خطر بود چی هست؟ نه قطر وای است دولت قطر در اونجا امارات امیر است و چی است. قطر تنها جایی است که برای بعضی از مبلغان اخوانی پناهگاه داد. قطر اخوانی نیست. مثل با طالبان هم اونجا دفتر بله در اونجا طالبان هم دفتر دارن چی دارن. برای همین با وجود تمام بگه باید از همین یک خطایی که بعضی وقتا هم پیشگاه شما قطر نه پشتیبانی چیزی پناهگاه داد برای. پس عجیب این که چرا در رسم افتتاح مسجد کلانترین حضور نمیارن دیگه 2 سال اخیر مسجد گشوده نمیشه. نه این مثلا گشوده شده مسجد کم بگیم جزئیات شما آگاه نیست تا اون جایی که مثلا کمیته دین میگه یا مثلا وزارت کارهای خارجی ما این باشوی اول به دلیل‌های بگیم که پاندمی و به دلیل‌های صحتی شد و دیگر این است که به هر حال این چیز باید با حضوری امیر یا کسی از نماینده از اون خانواده صورت گیرد و بگیم که این چیز نیست که مثلا در یک روز در 2 روز تنظیم یابد. به هر حال تا جایی که من آگاه هستم باید همین سال همین آینده همین چیز صورت گیرد در بهار یک ولی باز جزئیاتش بعداً می‌بینیم. سفر اروپا تون اخیرا سوالی که من دارم برای که وقت شما دیگه زیاد رفت 2018 بود یا 19 در لهستان 2 سال بود 2 سال پای هم بحث از همه شدید و با کی زیادتر شما بگو مگو داشتید اونجا؟ من با کسی بحث نداشتم با کسی بگو مگو نداشتم برای خاطری که ما اونجا نماینده هیئت رسمی بودیم. ما در اون بخشایی که مثلا برای ما واگذار کرده بودن یک قسمت جنایت‌های در اساس خصومت و بدبینی ایدهای دینی و غیر طبیعی سخنرانی داشتم و دیگر اینکه در مسئله آزادی‌های دینی با در یک قسمت دیگرش با بعضی مسائل و سوالی که شد دیدگاهی بگیم هیئت تاجیکستان رو مطرح کردم و دیگر این چیزهایی که گفتم چون در بگیم ایجادیات در داخل ناخونه که نشانه های همین جنایت های در اساس بدبینی و تبعیض بودن از اون آوردن ولی اگر اون جانب گمان کردن که هدف من بحث با اون کردن بسیار خودشون بلند ارزیابی کردن. پس بیاد ببینید بخشش بود 2 سال دیگر در ذهن من بود ولی من ندادم اونم بخشش من این رفتن بچه تا 18 ساله با مسجد چرا این یعنی قانونی شده دیگه مردم نمیونن که بعد از تا 18 با مسجد روند تا کجا این از روی انصاف و چی است؟ خب گوش کنید بیاید انصاف کاتگوری چیز نیست که در برای صحبت کنیم انصاف برای همه گونه است. ببینید اگر مرا پرسید ببینید این یک قانون شد در وقت چیز تهیه اون کوشش کردن که به نظر این البته برای من شخصی من است کوشش کردن که با همین راه که جلوگیری از چی شود از دینگرایی و عموما دینگرایی و زیر تاثیر چیز ماندن جهانان مثلا در اینجا مکانیزم های درست چیزش حالا باید کار کرد شود و حتی تا جای من آگاه هستم یک وقتا طرح هم بود که همین مسئله تغییر یابد و بگید که مثلا حضوری چیز مبالغان در همین جایی بوده تنها با شرکت والدین باید چیز بهترین است همین خیلی پیشنهاد بود بله یعنی 100% بود و ببینید از نحسی همین چیزها و باید همین مسئله در طرح قانونی نه بررسی میشد ولی اون واقعه های چیز با وجود اومدن کدام واقعه ها 2015 بله اون تبادلات و باز همین چیز میگن که بگذارید بماند نیست خلاصه یعنی شما 100% شما جانبدار اینه که با والدین بران بهتره به نظر من همین مسئله حالا حل خود رو باید پیدا کنند و اگر واقعا هم ببینید با حضور والدین هم از لحاظ حقوقی هم از لحاظ همه طرفه این چیز راهی ملایم ترین حل این مسئله هست. من صد این جانب دارم سوال دیگرم چند وقت پیش قانون نو پیشنهاد شد در پارلمان منع گرفتن سبق از نزد دامولاها من به هیچی میگم که من قاعده بغدادی را در نزد دامولا آموختم نه سلفی هم نه خب حنفی هستم نه نمیدونم نهضتی چرا این من شد نباشم ببینید حالا بیاید
از اول سر کنیم. خب. اولا که این طرح هست قبول نشد هنوز. قبول نشده است. خب یک دومش این که نام این طرح هست مثلا چیه مبارزه با تعلیم غیر قانونی دینی. نظر شما چیه در مورد همین داموله‌ها رفتن علم؟ ببینید من خودم تحصیل کردم همه ما ببینید سال 90 به فکرم به عنوان سال 90 همه تحصیل کردن. نظر دامولا میرفتم. بله. کسی بعد یک چیز دیگر هست من با کسایی که از این چیز خطر میترسن من میگم که گوش کنید شما گمان که همه میرود همین وقتی که همین روز اول الف ب ت س اگر 100 کس رفت کو تا اخیرش 3 کس نمیموند. این چیز نیست که مثلا تا اون درجه که از اون خطر داشته باشن. ولی ببینید بیاید از لحاظی بگیم به واسطه کاربردی صحبت کنیم. به نظر من همچون کار ما میگیم که ما تعلیم دینی رسمی داریم دانشکده اسلامی ولی این دانشکده اسلامی تعلیم اولی دینی است. ابتدایی باید در کجا؟ نه بعد هر کس نمیخواد که مثلا همه ما نیاز نداریم که تعلیم اولی دینی گیریم. درست است. برای همینجا این حالا یک مسئله هست که پیوسته همین چیز تکرار می شود. در این طرح شما چه پیشنهاد دارید مثل طرح اولا؟ در اینجا چه پیشنهاد دارید؟ ببینید ما باید که تمام نمود تعلیم سه زینه دارد. تمام نمود تعلیم ابتدایی میانه و عالی. خب ببینید ورزشی ببینید اول مکتبای ورزشی هستن بعدن کالج و چیزا بعدن هست دانشکده بین‌المللی نه بعدن هست دانشکده چی تربیت جسمانی هستن مکتب‌های موسیقی هستن کالج و آموزشگاه موسیقی هست کنسرواتوری. بله درست بله. سه زینه تعلیم ما تا سال 2009 تقریبا در همین بغیر از چیز دانشکده باز 19 هست یا 17 اساس در خاطر ندارم مدرسه میانه متوسط هم بود که بعد از صنف 9 یعنی در حسی کالج چیز قبول میکردن. من شدن و دلیل منشأش همین بود که برنامه‌های گویا حقوقی برنامه تعلیمی آنها موافقه نشد و چی نشد. یعنی شما تصور کنید ما بیش از 10 سال هیچ همون برنامه اونها هیچ موافقه نمیشوند. ببینید تعلیم ابتدایی دینی من شخصا همچون بگم روی راست میگم جانبداری ارزش‌های دنیوی و سکولار من ضد این که مثلا تعلیمات دینی در داخل مکتب‌ها و مثل بعض دولت‌ها داخل شود. خوب نیست. یعنی همین نظام تعلیم چطوری که سکولار است باید بود ولی میشود همچون طرح این طرح هست البته در نزدی بگیم اینم مسجدهای جامعه که هر مسجد 5 وقته نیست یک مثلا مدرسانی پیدا شوند که هم مثلا دانش‌های دینی اونها سنجیده شده لیسانس بوده شود از جانب نمیدونم مفتیات یا کمیته دین هم بگیم مهارت پداگوژی اونها نیست سنجیده شود و باز اجازه تعلیم بگیرند از وزارت معارف چنانچه که در تجربه بعض دولت‌ها هستند و بگذار باشد همین چیز در نزد بگیم مسجد مرکزی گیم مسجد جمعه میتونیم مثل اینکه در مکتب و دانشگاه حتی کامران نصب کنیم. تمام فهم. چرا نه؟ طرح آشنا شدم. سوالی دیگری من بخشش که این سوالو در ذهنم بود چون شما گفتید که درباره برنامه‌اش اگر یک ما نمیتونیم برنامه بسیار آسان است. دوملو صدرین انی تاکید من روی دوملو است. علاوه کتاب ضرورت دینی که ما می‌خوندیم صدرین انی نوشته است. تجوید قرآن یا ترتیل قرآن صدرین تهذیب السیبیان قسمتی مثلا تربیت اخلاقی یعنی ما میتونیم این 3 کتاب نوشته صدرین انی رو که برای مکتب‌های دوره خواهد وابسته به نیازهای امروزه بازبینی کنیم یک شب تابونش و برنامه آماده داریم. یعنی چیزی نیست که دوباره همین دوملو صدرین انی قهرمان ملی است دوملو هست ختم کرده مدرسه بخارا است. بله اون چیزی که او گفت اسلام محلی است سنتی است یعنی به نظر من اگر همین چیز یک بازبینی و چی شود تا یک اندازه مشکلی همه شد. پیشنهاد عالی. موضوع رفتن حج تا 35 ساله من شد. نظر شما چیه در این مورد که چرا من شد؟ در دیگر کشورها تجربه نیست تقریبا. ببینید اینجا با دلیلی که کمیته دین یا مسئولان حج میکنن این است که گویا ما مقداری زیاد داوطلب داریم. او کنه مقداری زیاد داوطلب داریم. 5,000 میراد هر سال. 6.5 6.5 شد. آی وای. 6.5
ببینید اینقدر زیاد هستند که واقعا ما برای مثلا اون کوتایی که جدا کردن داوطلب ما همه وقت 3-4 مراتبه از اون چیز زیاد هستند و کشورهای دیگر در نوبت میستن و این در اون اساس شد که این جوانان حالا فرصت دارن و بیاید از روی احترام اول اون کلانسال‌ها رو که در نوبت ایستادن چی کنیم جلوتر گذاریم و جوانان که حالا جوانان هستن فرصت پیدا میکنن این 100% صرف چیزی تنظیمی هست. بله. خب در تق شد با اجازه بخشید. همه قدر چیز هست. یعنی چیزی تنظیمی است. ولی شما جانبداری اونید که بگذار اینا من نباشد اگر امکان باشد هر نفر در هر سن و سال برود. ببینید به نظر من اگر همه داوطلبان ما ببینید 18 ساله که شدی بالغ که شدی از تمام کفالت‌های چیز اگر برخوردار شدی خب من مانعی برای چیز رفتن یعنی این مانعی بگم که مأموری هست یعنی مانع قانون من نمیکنم ولی ببینید اگر خواهیم که عادلانه باشه خب میتونیم به طریق لاتاری چی کنیم مثلا همین 10 نفر داوطلب ثبت شد 2 جا داریم خب بگذارم این کامپیوتر رندومی چیز که هر کسی که در نصیبش باشد خب اگر به اصطلاح بگیم که در نصیب تقدیرش باشد از جانب آفریدگار خب همین برنامه کامپیوتری هست همون انتخاب میکنند ولی این چیز به فکر من چندان مانعی قدر بگیم که مشکلی هم نیست بیشتر یک مسئله برای هیاهوی سازی است قدر بگیم مشکلی جدی نیست ما از این مشکل‌های سخت‌تر داریم ما در مورد منشوده‌های قانون تنظیم گفتیم حزب نهضت گفتیم بچه‌های سلفی گفتیم بچه‌های اخوانی گفتیم با چی بود وهابی گفتیم شیعه گفتیم درس در نزد دامولا گفتیم مسجد رفتن حج در موضوع دین عموما باز چی منشوده هامون که من نگفتم نه باز چیزایی هستن که من نشدن گویا من شدن فکر میکنن مثلا یک شبهه دیگری هست همه وقت در همین چیزها میبینیم حساباتو بعد گویا که مثلا بعضی از چیزای اقلیت مسیحی در ما من شدن برای مثال شهیدان یهوا و حتی همین مثلا وقتی که در همین لهستان مطرح شد ما با نماینده صحبت کردیم که گوش کنید شما میگید که شهیدان یهوا در تاجیکستان فعالیتش منع شد همین قرار منع شدنش برای ما نشون دید ما رفتن از شخص خود پرسیدن معلوم شد که نیست مشکلی در چی است مشکلی در این است که یک یا به فکرم 2 نفر از پیروان همین شهیدان یهوا برای سرکشی نمودن از خدمت حربی و جوابگری کشیدن که این مسئله هم از هیچ ربطی با اعتقاد دینی اونو ندارد لیکن اونها میگن که ما از لحاظ چیز دینی خود نمیتونیم خدمت حربی کنیم در اینجا راه حل بجای این که مثلا همین اون کسانی که گرانت زیاد میخرند و درباره این چیزی حقوق بشر صحبت میکنند بجای اون که پیشنهاد کرد که در ما مکانیزم های خدمت الटरनेटिوی رشد داده شود هی میزند که چی شما پیشنهاد خوب داشته در مورد شهیدان یهوا که خدمت دیگر گونه الटरनेटिव همون اگر بگم پیشنهاد دادن ببینید خدمت های الटरनेटिव ما قانونش داریم مکانیزم تطبیقش هنوز چی نیستن بهتر میشد که همین شریکان رشد یا بگیم کمپانی حقوق در این مسئله بهتر جهد تلاش میکنند دو مسئله و اون چیزی که اینا گویا که درباره منشوی اونها میگن این یک مقاله‌ای که در آزیا پلوس اومد البته این صفتی پستی کسبی ما روزمرگی است مقاله این خلاصه суд военный суд гарнизона Душанбе запретил действие свидетелей Иеговы یا چیزی به مانند همون آخه در ما سودی حربی صلاحیتی من کردن ندارد در اونجا بحث برای همین سرکشی یکی از پیروان شهیدان یهوا درباره چی بود از خدمت حربی بود این روزنامه‌نگاری که مثلا سطح پس حرفه‌ای داشت چیزی که نفهمید گرفت و اگر شما در اینترنت بزنید درباره شهیدان یهوا چیزی اخیران سیلک اخیران باز همون مقاله آزیا پلوس میرسد چیزی نوی نیست دیگه تا هنوز کسی نشون نداد ولی اونها همچون تشکیلات دینی از نو نامنویس نشدن برای خاطری که وقتی قانونی نو قبول شد اونها باید حجت‌های نو را پیشنهاد میکنن و بگیم به اون طلبات جلو نشدن و در ما شهیدان یهوا در تاجیکستان همچون بگیم تشکیلات دینی از ثبت رسمی دولتی نگذشت
ولی این معنی اون ندارد که فعالیت شهودان در هوا در ما بایستی با کشور دیگر منع شده باشد. من حتی امروز هم شما میبینید در کوچه میگردند همین چیزاشون تقسیم میکنند. من نمیدونم. خب من چند بار دعوت کردم. خب باز چیزی منع شده بود که ما نگفتیم. خب بسیار چیز منع شده هستند در دنیا. مثلا باز چی دادی؟ بعد بیاید من در آخر میگم چیزی منع شده. یک گواهی هست میگن حدیث ولی حدیث بودن اون ثابت نیست. یک مسئله عربی است. میگه که انسان حریص لمن منع، یعنی انسان رو اگر از چیزی منع کنی نسبت به اون بسیار حریص پیدا میشود. و من در آخر میتونم بگم که مکانیزم های و راه های منع کنی به نظر ما در جامعه باید تا یک اندازه نرمتر و چیزتر شود، ملایمتر شوند، برای خاطری که هنگام منع کنی باز یک ریسک دیگر هست که میتوانند افرادی که هنوز کلمانده هستند یا هنوز در مرحله های اولی بگیم افراطی شوی هستند، یعنی 100% دیگر افراطی شوند. و اگر ببینید یک پیامد دیگری منع های زیاد هست. این واقعه های سال 1968 که در فرانسه رخ داد. بله. و انقلاب امارات و آقای دگول رو، جنرال دگول رو که مثلا شاید از بزرگترین فرانسویان عصر 20 بود، از سر قدرت هم برد. این همون سیاست منع های زیاد بود. و یکی از شعارهای همون واقعه های سال 1968 همین بود که منع کردن منع است. شوخی البته تا این درجه با منارخیسم نریم، ولی من یک چیز گمان میکنم که هر کس اگر در داخل خودمون ما از لحاظ تعلیم، از لحاظ تربیه خود، از لحاظ دانش‌های خود چیز تا یک اندازه تحملگراتر و ملایمتر نسبت به اندیشه‌های گوناگون و نسبت به عموما دیگران هر شکل دیگری که باشیم، شاید نیازی به این چنین منع کنی و محدود کنی سنگین دقیق نباشد. سلامت باشید. خب قسمت دیگه ما 10 دقیقه گفتیم ولی نزدیک به 30 دقیقه ما رسیدیم. با تشکر از برادر رستم عزیزی که وقتشون جدا کردن از این مجلسشون. برادری که در آخر برای شما مراجعه میکنم که این ویدیو رو میخواین در هر صفحه دیگر استفاده ببرین. بسیار خواهش میکنم حتما از مؤلف این ویدیو اجازه پرسین و بعدا به هیچ معنی شکل کوتاه این ویدیو رو در یگان جا نشر نکنید، چون شکل کوتاه معنی دیگر میگیرد. اگر میخواین شکل کامل نشر کنید حتما یک بار با من مراجعه کنید که ما اجازه دیم یا نه. سلامت سربلند و خانه آباد باشید. هر کجای دنیا هستین خدا کند که سربلند و خانه آباد باشین. زنده باشین. همیشه صحیفه ما رو پیگیری کنید. تشکر. سلام. زنده باشین.